سلام بیننده عزیز، همصحبت ما امروز جان سینسن است، نماینده آثارخانه بریتانیا که اخیراً با یک سفر به تاجیکستان آمدند و هدفشون هم آشنایی با وضع آثارخانه های دوشنبه. خوش آمدید جناب جان. و آیا تاجیکستان میتواند برای برگردانیدن این خزینه به این کشور به بریتانیا مراجعت کند و اصلا تا امروز بودن تلاش ها برای بازگردانی خزینه عمو؟ ما از تاجیکستان یگان درخواست رسمی برای برگرداندن خزینه عمو نگرفتیم، ولی ما البته هر فکر و پیشنهادی همتایان تاجیک خود را بیان‌آور گرفته آنها را به لندن میبریم و نظر باستانشناسان لندن را هم به اینجا میرسانیم. ما کوشش داریم همکاری‌های آثارخانه تاجیکستان و بریتانیا خوب به راه مانده شوند. ما با آثارخانه‌های شهرهای مثل کابل، بغداد، تهران رابطه و همکاری‌های خوبی داریم و باور داریم که همکاری‌های ما من بعد با آثارخانه تاجیکستان در سطح عالی به راه مانده خواهد شد. بریتانیا میتواند نمایش نسخه های اصلی این خزینه را در تاجیکستان برگزار کند، چون در سالهای 2004 یک خبر هم بود که این کشور تصمیم دارد سال 2006 با یک چنین نمایش به تاجیکستان بیاید. ما اصلا در سالهای 2004 در پاریس و 2006 در برلین مخصوص بازیافت‌های خزینه عمو را نمایش نداده بودیم. این بازیافت‌ها تنها قسمی از یادگاری‌های تاریخی بودند که ما در این کشورها نسخه آنها را نمایش دادیم. البته نمایش آثارهای تاریخی آثارخانه بریتانیا با درخواست این کشورها صورت گرفته بود، ولی ما از جانب تاجیکستان هیچ درخواستی برای برگزاری چنین یک نمایش تاکنون نگرفته ایم. در صورت درخواست از جانب تاجیکستان ما این مسئله را مورد آموزش قرار خواهیم داد که تا کجا نمایش نسخه های اصلی خزینه عمو در تاجیکستان امکان پذیر است. اصلا ما تجربه نمایش دادن برخی از آثار تاریخی خود در دیگر کشورهای جهان را داریم، اما ما از جانب تاجیکستان درخواست نگرفتیم و تا هنوز در این مورد فکر نکرده ایم. خزینه عمو یکی از آثارهای گرانبهاترین آثارخانه بریتانیا دانسته می شود و روز آنها را صدها نفر تماشا می کنند. پیش از آنکه که ما آنها را به دیگر کشورها می بریم باید بیاندیشیم که به آنهایی که به بریتانیا در همان مورد برای دیدن آنها آمده اند چه پاسخی می دهیم. از طرف دیگر آوردن چنین یک بازیافت نادر تا تاجیکستان شرایط خاصی را طلب می کند تا به آسیب به اینجا برسند و باز به آسیب از اینجا برده شوند. سر این موضوع آوردن نسخه های اصلی بحث زیادی موجود است که تا حال ما در این باره فکر نکرده ایم. ما وقتی برای نمایش آثار آثارخانه خود را به جای میبریم شروع از منفعت مالی تا به خطری آنها با آثارخانه های دیگر کشورها موافقه میکنیم. البته آثار تاریخی خیلی نازک است و در ساده ترین مورد میتواند آسیب ببینند. در چنین حالت ما نباید توکلانه رفتار کنیم. پیش از آنکه که ما آثار خود را برای نمایش به دیگر کشور میبریم باید 100% به آسیب نرسیدن او باید باور حاصل کنیم. عموما اگر این خزینه را بفروشند ارزشش چقدر خواهد بود امروز؟ این افروخته نمیشه. به هیچ شرط این خزینه فروخته نخواهد شد. ما هیچگاه راه نمیدهیم تا آثارهای نادری آثارخانه ما کم شود. قانون درباره آثارخانه‌های بریتانیای کبیر هم چنین اجازه را به ما نمیدهد. ما باید میان کلکسیون آثارخانه‌ها و کلکسیون ساکنان که گاه از طریق مزایده و فروش گذاشته میشوند فرق گذاریم. ما تنها میدانیم که از لحاظ تاریخی این آثار خیلی قیمت بهایند، اما تاکنون نرخی برای آنها نگذاشته ایم و نخواهیم گذاشت. ببینید وقتی یک انسان نفری را صدقاً دوست می‌دارد او ارزش محبتش را حساب نمی‌کند. این آثار هم بی‌بهایند. تشکر جناب جان، بار دیگر خوش آمدید به تاجیکستان.